الله زلجلال در این سرزمین تاجیکستان ما و شما که یک شوخه علم، یک شخصیت بزرگ حضرت داملا حکمت الله هم که از دنیا گذاشتن، یک ستاره درخشانی مملکت ما و شما بودن. حضرت در تقوا و در علم و در همه کسی با او برابر شده نمیتونست. خداوند روحش شاد بگردونه و قبرش پر نور بگردونه، همراه علما و فضلا و شهدا پروردگار و محشورش بگردونه. الله ذوالجلال به مثل حضرت داملا صدها نفر دیگر در این سرزمین ما و شما پروردگار رو باز به دنیا بیاره. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لی یا رحمان ذنوبنا. در خود این فتوای هدیه، فتوای عالمگیری که از مذهب ما و شما میگن تری به حقی گفتن مکروه، درست نیست. فقط خدا را بخونین اجابت میکنه شما. خب زیارت قبرستان برای زنها بودن که در ابتدا معبد، اما برای زنها رخصت. برای چی رخصته؟ حضرت عایشه صدیقه طاهره مادرمون وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن، وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدرش صدیق اکبر پدر عایشه مادرمون بود، وقتی که از دنیا گذشتن حضرت عایشه مادرمون میرفت زیارت میکرد، هم زیارت قبر پدر هم زیارت قبر شوهر، همه جایی که نهاجی رفتن دیدن. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، عمری که مثلا که فر من ذله شیطان، از سایه حضرت عمر شیطان میگیره، خالی خودش اوسا. این حضرت از دنیا که گذشت، حضرت عایشه مادرمون التماس کرد، التجا کرد که در بری حضرت ابوبکر صدیق قبرش همینجا جوش بتن. حتی در روایت ها اومده است که گفتن به چی خاطر وقتی که روان کرد در حالت که شهیدش کردن و حضرت عایشه مادرمون بچه‌ش روان کرده، گو برو که عمر میگه که خواهش دارم در پایان پای پدرش مرا جا بتن. این جایی که رسول اکرم الگور کردگی حضرت ابوبکر خانه عایشه مادرمون بود. وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشت، در حدیث گفتن که هر کجا که پیغمبر از دنیا گذشت همونجا باید دفنش کنن. خانه عایشه صدیقه مادرمون بوده میشه. پیغمبر دفن کردن، بعدن حضرت ابوبکر یه جای دیگه به خودش مونده بود. با خود بریم بگین که عمر، نگین که امیرالمؤمنین، وظیفه و منصب نگین، خلیفه اسلام نگین. رفتن گفتن حضرت عایشه مادرمون روزی شد، رخصت داد. با گفت که بعد از جانم برآمدن گفت با یک بار دیگه بپرسین که حاضر از منصب و از مثلا خلافت مثلا یکی در دلش چیزی نرفته باشه. بعدا با پرسیدن حضرت عایشه مادرمون راضی شد. وقتی که حضرت عمر در گور کردن، میگه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ به خاطر که فردا روز قیامت در روز محشر که همه محشور که میشوند، در حالت من از گور سر مبرورم که خاک پای رسول اکرم و ابوبکر صدیق از سر روم پاک کنم. این شکستگی را ببین، خاکساری را ببین که ما گرد خاک پای اونها را از سر روم پاک کنم. همین التجا و خواهش نمی بود. وقتی که دفن کردن حضرت عایشه مادرمون، تو زمانی که پدرش، تو زمانی که رسول اکرم هر روز تنها بودن، میرفت زیارت میکرد میومد. وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را دفن کردن، دیگه حجاب قطعی میپوشون بعد میرفت. برای چی؟ در روز شخص سیام بیگانه های. حکم برادرها، حضرت عایشه مادرمون ببین که زنده آدم، زنده مرد او طرف بیسته از مردی که در درون قبر جانش برآمدگی، از همو حیا میکرد و حجابش در سرش میکشد. زیارت میره حضرت عایشه مادرمون. حضرت عایشه مادرمون از 6 فقیه بزرگی که در صحابه بودن، از همین 6 فقیه بزرگ یکتاش عایشه مادرمون بود. فقیه بود، همه مسئله را مردم از اون میپرسیدن، خودش زیارت میره. زمانی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اینو که گذاشتن، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینم زیارت قبر پدر میرفت قبر پدرش، قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا و درود میکرد، گشته میومد. یعنی برای زنها پیشتر داملوهامون خدا رحمت و مغفرتشون کنه، علمای بزرگ بودن، تقوای خوب داشتن، علمی خوب داشتن و خیلی شخصیت ها بودن. خدمت همون علمای پیشینه که امروز ما و شما مسلمانیم، حضرت ها معلوم میکردن، میفتن که از او قبرستان رفتن 4 کلچکه در 4 همسایت بوده
این همی ثواب بر ارواح کجا میره دیگه؟ یا میگه در کدم در حقشون کجا میره دیگه؟ همه بزرگان میفهمیدن که اگر به شرط کمی تا عمر رخصت میدادن دیگه همه میرفت دیگه زنان دیگه میرفتن زیارت. به شرط میروه که سطر حجابش پوشیده باشه، به شرط میروه که گریه و فیغان در نزد قبر نکنه. بعد ببینن قبر پدرش شوهرش و فرزندش دیگه دو جار بگه خودش در زمین میشه. ببین گریه و فیغان نکنه، نوحگری نکنه، سطر حجابش به جا بیاره، محرمش قطیش باشه، در حال براوه که در قبرستان نباشه مردم، مثلا مردم بیگناه و دیگر نباشه. همه حالت ها در میروه در حقش دعا کنه و مثلا طلب استغفار کنه و بگرده بیه میشه. لیکن اگر نروه با بهتر در حقش نماز بخونه، قرآن بخونه، یگون چیز بکنه، صدقه کنه در فقیر مسکین، ثوابی زیادتره، نرفتنش بهتره. برای چی؟ تربیه دختر فرزند، دختر بچه شرطه. دخترش تمام پختن نمیتونه، درزمال کردن نمیتونه و بلاغت رسید یک تلفن بازی و اینترنت بازی، اینترنت لعنتی همه راه بیره کرده بوره دیگه. میلش اهل اسلام استفاده میکنه، اهل اسلام کتابا رو میبینه، فتوا رو میبینه، لیکن آدم بیره فقط بیرگی میبینه. چیکار میکنه دیگه؟ نه تمام پخته میتونه، نه درز دوب دوخته میتونه، نه مهمان گذرانده میتونه، نه دیگه توفیق هدایت داره. اکثر ایجاد میبینی همه دردش ره در رفته است، ماشین با بولش اومده همه تا نگاه کرده رفته است، هم قبان شدگی رابط شدگی اند دیگه. انا از اون جد چیه؟ از اون قبرستان رفتن ده همه زنها مادرامون دخترش تربیت کنن، بچهش تربیت کنن، حرکت کنه که نوسکش، سیگاریت کش، بانکش، گیرین کش نشه، حرکت کنه که دخترش چی است؟ با شرم، با حیا باشه، با سواد باشه، با معرفت باشه، حرکت کنه که خدمت شوهرش کنه، یک پای شوهرش بجی قو یک پیاله چای کبوت در پیش کنه، در پیش تا به چهره که شد شوهر وقش خش کنه، این میلیون مزور زیاد رفتن ده ثوابی زیادتر. برای چی؟ بعد حق الله تعالی حق شوهر برای زن. اگر مرد ایما امرأتین، پیامبر میگه موتت و زوجها عنها راض دخلت جنه، کدام زنی که عمرش تمام میشه میمره در حالی که بعد از مردن شوهرش از او راضیه، شوهرش از او خشنوده، داخل جنه، پیامبر میگه داخل جنت میشه. یعنی بهترش از رفتن وجوده همون خونه ده دعا و درود شکنه، خیر صدقات شکنه، دختر بچهش تعلیم تربیت کنه، خدمت شوهرش بکنه. این البته که از زمین تا آسمان فرق داره، ثواب و اجر داره برای ما و شما. شما دانه رو منظم همچه حالتون بشد که ما میگویم که مورمیم دانستن لازم که ممکن. بله بله. دیگه دملوی که پیشتر بودن 120 کیلومتر میگفتن. 120 کیلومتر حضرت اکای دملو محمدی قمسنگیری مفتی همی زمان بود، مفتی همی تاجیکستان بود، خدا رحمتش کنه. خیلی علمی بزرگ بودن، خیلی خدمتای زیاد کردن در دین. حضرت 120 میگفت شمیتر. بعد با بعضی مثلا که همی 3 قوله، بعضی تو 80 مثلا 8 چند متر، 89 بگیم کیلومتر و حضرت 120 میگو، بعضی با 90 بالاتر میگن. همه طرز خواندنش طرز خواندنش همون فرض، فقط فرض پیشین، فرض عصر، فرض خفتن، همین 4 رکعت رو 2 تا میخونی. تمام. یرحمنا و سبحانا و جلنا من المسلمین، الله ذوالجلال خاندان پرفیض با برکات بگردونه. خداوند روح مادر شاد و قبرش پرخون از ثواب های خیر صدقات، تلاوت های قرآن، ثواب های امر معروف نهی منکر پروردگارا و روحانیت مادر برساند، قبرش پرنور، روحش شاد بگردونه. و الله ذوالجلال در این سرزمین تاجیکستان ما و شما که یک شوخه علم، یک شخصیتی بزرگ حضرت داملا حکمت الله هم که از دنیا گذاشتن، یک ستاره درخشانی مملکت ما و شما بودن. حضرت در تقوا و در علم و در همه کسی با او برابر شده نمیتونست. خداوند روحش شاد بگردونه و قبرش پرنور بگردونه، همراه علما و فضلا و شهدا پروردگار و معشورش بگردونه. الله ذوالجلال به مثل حضرت داملا صدها نفر دیگر در این سرزمین ما و شما پروردگار رو باز به دنیا بیاره.
ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمن ذنوبنا. الله